ما اول نفهمیدم که این خلق روسیه. فکر کردم که توجیکه. بعد یه روز یکی نقل میکنن که این روسیه اومدگی در زبون یوشکه که هیچ کس باور نمیکرد که این روس زنکه. مادرم کایبانو خودش همین مسئله پخت پزده هم تو ندارد. خودش همه هنری پخت پزده دارد. پدرم در عسکری بود در سیبیر، کراسنایرسکی کرای سیبیر در چندی خدمت میکنه. جوابش میتن بعد قطعی اوچم اونجا شناس میشه و میگیره میورش. بعد دائمی لینوبود در زندگی میکنیم. 17 سال قطعی اوچم زندگی کرد. اوچم روس بود. و بینخ ماری ابروسی مونه. مادرم خیلی پر عذاب کشید. دادر یک نیم ساله داشت در دستش. خیلی عذاب پر کشید. دادرش مرد در سیبیر خنکی در چی. بعد خودش بعد بالنسه در درومت کار کرد سانیترکا. زندگیش بهتر شد. سیبیر لینوبود کوچیدیم اومدیم. نه ساخوزی میچورنه از شهر قفروفای. اونجا کوچیدیم اومدیم در اونجا 17 سال زندگی کردیم. قطعوچم. ما خودم 52 سال در اون سیبیر کراسنایرسکی کرایده. همونجا ما تولد شدیم بعد گرفتن آوردنم. ایمو چه سیبیر. 10 سال شد که همجا شتگیم زندگی میکنم. قطعی هر بچهش همسویه‌ایم. اپای قیقتیج گونه‌ایم. به حد انسانی خوبه. ما اول نفهمیدم که این خلق روسیه. فکر کردم که توجیکه. بعد یه روز یکی نقل میکنن که این روسیه اومدگی در زبون یوشکه که هیچ کس باور نمیکرد که این روس زنکه. میگه به هر زنکی خوبه. خاکساره. اردیه. خیلی در لینوبود قطعیت هم زندگی کردن. 17 سال زندگی کردن. یکی بعد کسلی شد. کسلی وزمی شد. بعد مرد. بعد اتم زنگ گرفت. من موینده رم نداد. دیگه خونه پیش میکرد دیگه. اقارتوی بیزه بکرد.
اتم جنگش میکرد اتم پسند نمیکرد. چند سال ایستادم در خونه معلمه ها میرفتم خوب میکردم، در خونه همسایه خوب میکردم، بعد اتم با میرفت میآورد. 2 روز با سوز میسود با جنگ میکرد، با سر میکرد. نم طریقتی خیلی گویا تا سیم 8 از آب کشیدم. بعد همسایه تکنیکوم بردن، از آب میکشه گفته تکنیکوم بردن. تکنیکوم داخل شدم. 1 سال خوندم که برای خوجاینم عسکری اومد. همونجا بعد شناس شدیم. مسجد سوخوز تکنیکوم بود. قمرов حیدر در اتوبوس دیدم. خیلی دیگه گفته چی عاشق شدم. بعد همطوری قفام گشت اخیر شناس شدیم. بعد کینو میرفتیم نمو تماشا رایون میرفتیم تری یکم دورو تری کروچی نبود. تماشا میرفتیم خیلی میگشتیم نم تری. اما اتم درک یافت بعد خودش اومد ملو رو آورد نیکومو کردن. گفت خیلی در نصیب بوده گفته خیلی نم تری. میدونست که و چه ندارم یگون گپی چی نمیزد. دختری چی بودم دوستدار بودم دیگه یگون گپم نمیزد خدا روسی. شوهرش یوش بود می اومد میرفت مو همشون قطعی آدمای دوستی داریم رفت آمد داریم آدمای نرزن آدمای بی‌حضورن. دختر بسیار به تکنیکوم ده. در تکنیکوم هم مردکم چون شوهرم خدا روسی چی میکرد قطعی یگون دختره گپ میزد بعد درک یافتم رشکم برد. بعد گفتمش که اینا تو قطعی هر دختر میگردی چی میکنی من دارو میخرم بعد ترقمه میکنن چیکو میکنن او ترسید اگه دارو یک جای در جای دیگه از طوری کو گریختم ای قفا میدود تلخ کف شد خیلیش که دارو میخرن. بعد پس درک میوبکید هیچی دارو نداشتم بعد میخندن ترسید است خیلیش که زنم دارو میخره. اما پندش کردم اگر نه دارو هیچی نداشتم. شوهرم ای چی بود خیلی ای دشت جیب بود. او را بر وقت همونجا ماجر شو کردن کلخوز لیلین اومدن حتی چشتون چند سال همینجا زندگی کردن پیر شدن خیلی مرن اول کلخوز لیلین برد. همونجا 2 سال ایستادم دیگه خسرم خرسندی را او دورو دکه گو میکشتن کو خرسندی را گو کشت توی تای چودر داشتن مگری بچه دارم. همتریشون ای حواس بسیاره خسر خشتمان مجوی بینسون بودن بختو اما که حرمت میکرد با ای خشتمان ده خسرم پر دوستو میداشت. من او را پر حرمت میکم دیگه توبی تورد شد توپ شکوشه میشتم بودتوک میکم پرگی میکم چیوشه ایزارش پوچوشه خیلی پر حرمتش میکم بعد قدی جونش من دوست میداشت. بعد کتاب روسی میخوندم میرفت ای کتابخونه قشلوق چه کتاب میآورد مینوشته بعد میآورد میخوندم اما که دوست میداشت که خسرم و درجهش انسانی خوب بود. در همه معرکه همسگری فیروزش میکنیم او هم مولا فیروز میکنه رفت آمد یخشوی داریم انسانی خوبه 3 کلیم بود در یه حولی خیلی ایوارو بودن یا نوم بودن همش زنده بودن همه چی بسیاری بودیم اویلای وزمی بودیم تاری نوم پختن نمیتونستم خدا روسی بعد چکدونم بود دیوال دایکو چخته که بپزی اوجا چکدون زمینی ده امین خمیر کنی خولم نشونم داد رحمتی بعد همش یاد گرفتم بعد نوم پزیده امی سرم خم کم که روم سوخت گفتم بعد دیگه نمیپزم درجه خندیدن یکی بعد یاد گرفتم با هر قوسکوی میپختم که وقتو ای خودشون دخش رو میپختم یاد گرفتم همه کار یاد گرفتم بعد گو مولا خودم نگاه میکم صد مرغ کلون چجور کلون کردم 100 مرغ بود اما قد خمی میکردن همش خودم نگاه میکم درم کلخوز لیل خیلی
مهنت میکردم در اون چین خی نونپذیر اوقات کنیر همه نمی هنرها را میدونستم دوغ میکشیدم انا جرقود میکردم دوغ میکشیدم همه کارهای نمی توجیکو را میکردم ای قشتمانم یاد گرفته بودم ای رحمتی مادرم کایبانو خودش همین مسئله پخت پز ده هم تو ندارد خودش همه هنری پخت پز دارد سالهای سال به حیث آشپز کار کرده است در همین باغچه نزدیک زود پخته کار کردگی همه هنر دارد خوراک‌های بهترین میپزد دویم همه میگه که همین اومده بسیاری خوراک‌پذیر های مادر ما یاد گرفتگی درم کوچه وقتی که من تابستان میشه ذخیره برای زمستان میکردن بانکونا محکم میکردن هیچ کس نمیدونست میره همون برای کوچه را همه را مادر من نشون دادگی خودش میرفت در خونهشون تیار میکرد قدشون یوردن میکرد همون دیگه در علاوه میمون نشون میداد که اینم قدر مقدار قد اینم قدر کار میکنه ایشا قدر میکنه یاد گرفت همه را یاد داد بعد همسایه ها از یاد گرفتن بسیاری پختپز ملی رم همشه به درجه اولی میکنه کایبانوی بهترینه ده سال در کالخوز لیل نیستم بعد مردکم در خلوب زود که وظیفه گرفت بعد همینجا اومدیم کوچیدیم اومدیم نمی نویه همدانی مادر من 6 فرزند دارد 3 پسر و 3 دختر از دخترها من دختر کلانی به حساب میرم 2 خواهر دیگر دارم هممون صاحب شوهریم فرزندیم خونه آبادیم مادر من زنی نبود که در بیرون فر بگرده زنی نبود که گپی آوازی بلند داشته باشه زنی نبود که به یگان کس دهن به دهن شده باشه این همسایه همه قدر همسایگری کردن 6 تا فرزند کلان کرده یگان کس شکایت نکرده است که مثلا فرزند جنگ کرده شکایت ما همه انمی تربیت را گرفتیم حوزه ما هم تربیت امی فرزندامون در امی روحیه تربیت کردیم دخترام هم هنرمندن دختر نمی کلونیم که از دیرکتره هر نونی میپزه اینه نمتر نون میپزه هنرمنده دختر امریکا بودگی من تمام پختپزم میتونه نقش نگورن میتونن دختر کلونی نقش میدوزه میگوی پیچت کدام خیلی دخترم خیلی قشروه ما که کودک بودیم مادر میگفت که دخترم یاد بگیرین هنر خوبه هنر خوب شوی تو نمیمونه پگه رفتی مثلا همی در زندگیت کارت میویه هنر همین نقش دوزی را همه را توصیه من دادن از همسایه هامون یاد گرفتیم وابستمون کردن نشان من دادن دوختیم همه نقش نگار چیزای عروسی خودمون دوختگیم این روز دوزی رم نقش دوزی رم قلم زنی رم همه را یاد گرفتیم سختگیری مونکت بچه‌م یاد گیریم هنر کارتون می بخونیم با سواد باشین در زواد پخته کار کردم در نای صدیق نای زواد پخته ده پاور بوده 25 سال با 10 سال صدیق برهم خورد با 10 سال دیگه در زواد کار کردم همگی 35 سال کار کردم خیلی مردک من در امو زواد کار میکرد وظیفه بلند داشت اول گپر که زنان کمه که رستیان بیویه و اینجا اقدر خوب سوران خوب بدونه زندگی کنه و وطنم تاجیکستان شد دیگه همه نوی زندگیم در همین تاجیکستان هم حواس هورمون در تاجیکستان دیدم فرزندوار شدم همش در تاجیکستانه به حد تاجیکستان دوست می‌دارم رنگ وطنی خدمت شد مادر برای هر یک شخص عزیز است بهترین کس است دلسوز است برای ما دوگانه مادرمون میتونیم که هر یک سر سودای داشته باشیم با مادرمون گپ زنیم نصیحتمون میکند دویم نصیحت میکند صبر کنین طاقت کنین به همه روزش میرسین حیات پسی و بلندی داره طاقت میکنی خیزیقی هم باشه با طاقت میکنی همش طاقت میکنی بعد به همه چی میرسی طاقت نکردی گفتی همون سپیکتاکلو که در پر گفتی و چی کردی دادن فودی نبون یکم تری همین طاقت نکردی زندگی نمیشه و بعد جدو میشن بسیار اویلو باید دخترها طاقت کنن باید دخترها حرکت کنن خسر خشتمان حرمت کنن خود دیگه همی یک روز دو روز نمیستن دیگه میبرن میرون جدو میشون طاقت ایستادن ندارن کمتر از آب کشن خیلی همه طاقت میکنی آرزو داریم که مثال مادرم به همون 100 قدم موند بالای سر فرزندا باشد 30 نوسه دارم 16 هوسه دارم خیلی نمتری همش زندگی خوب دارن نوسوم همش هم کلنم حرمت میکنن همش سوزن در دلم هوس چی داشتم همش داد همش
1000 بار میندارم 1000 بار امی ملک تنجی باشه آبادی باشه دیگه جنگ چی نشه و پروردگار دویم امی وطن آباد باشه